سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. سایبر نیما هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی خفن دیگه. خب بچه‌ها، امروز توی این ویدیو قصد داریم بریم سراغ ویدیوهای اینستاگرام، یا بهتر بگم بهترش قراره بریم اکسپلور گردی. بریم ببینیم توی دنیای اکسپلور چه خبره، اونم ایرانی. میدونین که ویدیوهای ایرانی اکثرا همشون سمن. لایک کامنت و سابسکرایبتون نره. پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. جانم عشقم، کجایی عزیزم؟ دارم با دوستام غذا میخورم. سلام. سلام. تو کجایی؟ من فرودگاه همینجا یه ساعت دیدم خیلی خوشگله. نه عزیزم، من ساعت زیاد دارم. مرسی، ممنونم. نمیخوام با تو بخرم عزیزم، فقط پول ندارم. میشه برام پول بزنی؟ ببین تا ابد حق، تا فردا میاد. حق. جدی دارم میگم. صدامو میشنه، فکر کنم خط رو خط شده. یه قصد ملوجی خودشون هم آخر خند. ببینین پسرا توی موقعیت خاص مثل الان یا جای دیگه هماهنگیشون 100%. اصلا ببین یه چی میگم یه چی میشنوین. ببینید توی هر چیزی هماهنگ نباشن، توی اینجاها توی این موقعیت خاص 100% هماهنگن. این دنیای پسرا دنیاییه. حساب بانکی صفر، وضعیت اعصاب، روانی، امید به زندگی، احتمال خودکشی، تنها دارایی گوشی. همچنان من دوستان همینه. جدی پارتی میگیریم عین خیالمون نیست. حاجی کوروش خدا. ببین جدی واقعا پارتی میگیریم عین خیالمون نیست. وضعیت مالی صفر، انقدی بده که اصلا مگس تو جیب اون گاراژ زده، هیچ توش خالیه. وضعیت اعصاب روانی داغون. خلاصه کلا همه اینا باز عین خیالمون نیست. یه پارتی حقی میگیریم. حاجی بریم؟ بریم حاجی، فقط من سرم خیلی درد میکنه، خوش فرمون نمیشینم. سطح اعتماد پسرا. منم که گواهینامه ندارم. داداش فقط آروم ریا. داشت فقط آروم برو. من همچینم نیستا، از این بدتر اتفاقا. این تازه سگه چیز کمیه. می مثلا ما با راننده اصلا در جور رفیق میشیم، آقا مثلا یه 10 تومن بهش میدیم، میگیم نگرد و فردا میازد میگیریم. اینی که داره نشون میده چیز خیلی کمشه. ولی حالا جدا از شوخی، حالا دیگه اون قدم نه. البته فکر کنم خود من نمیدونم حقیقتش. دوست داری دستم توت باشه؟ این چی؟ توته مسخره. چه دستم کردم توت خونی شد همش تو خودت بیتر. منظورش این توته، این اون توته نیستا، این توته. جمله گفتن سلامی بر جواد خیابانی. آقا من کیسه خوراکیامو جا گذاشت. کیسه خوراکیات نابود شد. حالا اینم بهش نمیدادی دیگه. تا خردان تا گردنش پر چیپسه. ببین بچه من کار ندارم که چیپس ها رو خورده، خوراکی ها رو خورده، الان نابود شده رفت به کنار. خب یه بار دیگه ویدیو رو ببینیم. خب من کار ندارم، همه چی خورده تموم شد رفت، ولی پلاستیک هم بشده. اون مرغه اونجا چی میگه؟ اون مرغه که مثل دورچی اونجا آویزونه، اون چی میگه اون وسط؟ حالا که اونم فقط بابام خونه خریدم 1 میلیون، اسباب بازیام ساعت 3 نصف شب. ولی شرکه رو همه شرکه. جدا از اینا به روح و اینا اعتقاد دارین یا نه؟ من نمیدونم. ولی چه لباسای خفنی هم پوشیدن. موقعیت وقتی یواشکی سیگار میکشی. سلامتی سیگار. میتم بابات اومد. میسم برو الان بابات میاد. حاجی من به جای میسم دردم گرفت. میگم حالا جدی کسی هم هست که جلوی باباش سیگار بکشه بعد مثلا باباش هم این خیالش نباشه؟ جدی فکر کنم زیاد نیست، چون اکثرا خانواده دوست ندارن که بچه‌شون سیگار بکشش. واقعا هم سیگار چیز بدیه دیگه، ولی جدی خیلی بد خورد. یه بار دیگه ببینیم. سلامتی سیگار. میتم بابات اومد. میسم برو که الان بابات میاد. میسم اگه بابات ببینه چی کار داشتی میکردی، ببین زنده نمیموندی جدی. وقتی از مامانت پول میخوای تا بری لباس مورد علاقت رو بخری.
دقیقاً همین. اگه چیز از مامورت میخوای جدی میرین براش مثل خر کار میکنید، مثل خراب. این انقدر باید بشوری، بسابی، نمیدونم پاک کنی سبزی هر چی که هست. و آخرش هم نمیده. اکثر اوقات، اکثر وقتا هم نمیده پولو. خب دوستان اینم بود از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و بگین کدومش خیلی جالبتر و باحال بود. من اون سطح اعتماد پسرا رو دوست داشتم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیو بعد فعلا بدرود.